دوستان سلام، خیلی خوش اومدید. با آموزش تئوری گواهینامه موتورسیکلت کلاس AM در آلمان در خدمتتون هستم. شروع میکنیم با بخش گفارن لهره که 42 تا سوال داره و اینا رو با هم دیگه تمرین میکنیم. سوال اول رو گوش میدیم. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch Kurvenschneiden, durch zu spätes Abblenden, durch zu großen Abstand nach vorn. در چه شرایطی ممکنه که خطری به وجود بیاد، خطری ایجاد بشه. گزینه اول، زمانی که داریم از یک پیچ عبور میکنیم. در پیچ ها همیشه خطرناک هست. شاید ما اون بر پیچ رو نمیبینیم، شاید یک ماشینی از روبرو بیاد و به سمت چپ منحرف بشه. پیچ ها همیشه جزء زمانی هستن که امکان داره خطر در اونها ایجاد بشه. گزینه دوم، زمانی است که خیلی دیر از نور بالا به نور پایین بیاید. ابلندینگ یعنی نور پایین دادن. شاید دارید در هنگام شب جاده رانندگی میکنید با نور بالا، یه ماشین از روبروی شما میاد و شما در خیلی دیر نور پایین میزنید. امکان داره که برای ماشین روبروی ایجاد خطر کنه. امکان داره که جانور غیر اهلی وارد خیابان بشه و چشماش به خاطر نور بالای شما تحت تاثیر قرار بگیره و وسط جاده بمونه و حرکت نکنه. این هم میتونه خطر ایجاد کنه. گزینه سوم میگه که زمانی که خیلی فاصله بین شما و ماشین جلویی خیلی زیاد باشه. این به طور معمول منطقی ایجاد خطر نمیکنه، بلکه کمک میکنه که در زمان به وجود آمدن خطر خیلی بهتر بتونید عکس عمل نشون بدید. حالا بهتره که خیلی فاصله با ماشین جلویی رعایت نگیریم، یعنی یک فاصله متعادل خوب مناسب است. گزینه سوم جز جواب ها نمیشه، چون در همچین زمانی ایجاد خطر نیست وقتی شما فاصله زیادی با ماشین جلویی داشته باشید. بله، درست بود. سوال بعدی، سوال رو گوش میدیم. Wodurch ergeben sich besondere Gefahren für Kraftradfahrer? Durch Wechsel im Fahrbahnbelag, durch Fahrten mit offenem Visier, durch Fahrten bei Starkregen. خب از اونجا که این تمام ما داریم گواهینامه موتورسیکلت رو اینجا داریم یاد میگیریم، همه سوالات مربوط به موتورسیکلت هست یا کلا بخوام بگم وسیله نقلیه دوچرخ. سوال میگه که چه زمانی میتونی خطر بالقوه مخصوص کسایی که دارن با وسیله نقلیه دوچرخ دارن رانندگی میکنن، کرافت همون دوچرخه های هستن که تبدیل شدن به موتور. این در زبان آلمانی اینجوری است. چه زمانی این خطر بالقوه برای موتورسوارها وجود داره؟ گزینه اول میگه که زمانی که سطح جاده تغییر میکنه. فاربان بلاگ یعنی زمانی که سطح جاده از آسفالت یهو به شن، سنگریزه، خاکی یا اینا تغییر کنه، یا اکثرا در شهرهای آلمان به سنگ فرش در مرکز شهرها تغییر میکنه. بله، این امکان داره که خطر برای موتورسوارها باشه و اگر با سرعت زیادی یهو وارد بشه و بخواد ترمز بکنه، مطمئنا سطح جاده لغزنده است و باعث زمین خوردن میشه. گزینه دوم میگه که زمانی که دارید با کلاه ایمنی که طرق جلوش بازه، ویزیر همین طرق جلوی کلاه کاسکت هست. زمانی که با طرق باز رانندگی کنید، خب مطمئنا خطر ایجاد میکنه. باد شدید میاد، امکان داره سنگ خاک بیاد تو چشمتون، دیدتون رو کم بکنه، امکان داره حشره چیزی بیاد وارد کلاه ایمنیتون بشه و تعادل شما رو به هم بزنه. خب مطمئنا کسی با طلق باز رانندگی نمیکنه با موتورسیکلت، مخصوصا با سرعت بالا. واسه همین این هم گزینه صحیحی است که امکان داره خطر ایجاد کنه اگر با طلق باز رانندگی کنیم. گزینه سوم میگه که در زمانی که در بارندگی شدید رانندگی بکنیم. خب خیلی چیز منطقی است. با موتور در بارندگی معمولی هم خطر آفرینه، چه برسه به بارندگی که شدید باشه. پس این گزینه هم صحیحه. چک میکنیم. بله. سوال بعد، سوال رو گوش میدیم. البته خب من قبلش توضیح بدم که الان یه تصویر داریم که دید نسبتا بهتری به سوال پیدا بکنیم.
تصویر داریم توی خیابون شهری هست. خب مطمئنا سرعت اینجا معمولا 50 تا، چون تابلوی 30 تایی وجود نداره، حد اکثر سرعت 50 تاست. ما داریم با سرعت 40 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنیم. حالا تصویر بهتر کنم. آینه عقب که هیچ خبری نیست، ماشین نمیاد. توی این خیابون باریک هست، سمت چپ و راست خیابون ماشینا پارک کردن. خب یک تابلویی هست که بچه‌ها امکان داره وارد خیابون بشن. این الان مطمئنا توی سوال مد نظر هست. سمت راست یک آقای وایساده که یا میخواد از خیابان عبور کنه یا میخواد سوار ماشین بشه. سمت چپ هم 2 نفر هستن که دارن پیاده روی میکنن. حالا کلا در همچین شرایطی خطرهایی که به ذهنمون میاد اینه که این آقا وارد خیابان بشه، بخواد از عرض خیابان عبور کنه، بخواد بیاد سوار ماشین بشه، در ماشینشو باز بکنه، از بین ماشینا بچه‌ای بیاد بیرون، یا یکی نفری ماشینشو تازه پارک کرده از ماشینش پیاده بشه. اینا همه خطراتی هستن که توی ذهن ما میان و در همین شرایط باید بهشون توجه بکنیم. سوال ببینیم چی میگه. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Kinder laufen auf die Fahrbahn. Personen steigen zur Fahrbahnseite aus. Es folgt ein Fußgängerüberweg. خب دقیقا همون چیزی که گفتم. 3 گزینه داریم. گزینه اول بچه‌ها وارد خیابان میشن. خب این مطمئنا صحیحه چون تابلوش هم اونجا هست، علامت زده. گزینه دوم افراد میان وارد خیابان میشن، از خیابان عبور میکنن. خب اینم منطقی است، امکانش هست. گزینه سوم میگه که در مسیر یک خط عابر پیاده است. این از اون سوالاتی است که باید مواظب بود. درسته که الان فوسینگر اوبرویک گفته مسیری که پیاده روها ازش رد میشن، پیاده رو به قول معروف، ولی چیزی که هست ما الان در این تصویر خطکشی عابر پیاده در این خیابان نداریم. یعنی به صورت رسمی ما خطکشی عابر پیاده در این تصویر نداریم. به خاطر همین این فوسگنگر اوبرویک همون خط عابر پیاده است و ما اینجا خط عابر پیاده نداریم. به خاطر همین این گزینه صحیح نیست، نباید اینو علامت بزنیم. چک میکنیم. بله صحیح بود. گزینه بعدی. خب این سوال یک ویدیو داره که ما ویدیو رو نگاه میکنیم. همیشه سعی کنید که در دیدن ویدیوها مخصوصا در امتحان حداقل تا 3 بار، اگر که مجاز هستید 3 بار رو حتما ویدیو رو نگاه کنید و دقت کامل داشته باشید روی ویدیو. اول ویدیو رو چک میکنیم. خب ما داریم توی خیابان با سرعت حدوداً 45 رو داریم میریم. یه ماشین جلو هست، یه ماشین سمت چپ هست، پشت هم داره یه ماشین سنگین میاد. راهنما زدیم، میخوایم سمت راست بپیچیم، چراغ سبزه. اون لحظه چراغ عابر پیاده برای افرادی که از اون ور دارن میان هم سبز بود. همیشه در این سوالا باید دقت بکنید. اون چراغ عابر پیاده هم که برای اون افراد که می‌خواستن از خیابون رد بشن سبز بود. حالا یه بار دیگه ویدیو رو نگاه میکنیم. خب داریم میریم. ما کاری با این 2 ماشین جلویی نداریم اصلا و همچنین ماشین پشت سری. الان چراغ سبز ما راهنما زدیم، میخوایم بپیچیم. اون خانومی که داره الان اونجا داره ورزش میکنه و داره از عرض خیابان میخواد عبور بکنه، چراغ هم برای سبزه، هیچ وقت صبر نمیکنه که اول ما رد شیم بعدن اون رد شه و ما هم مجاز نیستیم این کارو بکنیم. به خاطر همین این سوال هرچی هست در مورد همون خانومی بود که میخواست وارد خیابان بشه. سوال رو این گوش میدیم. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich fahre unverändert weiter. Ich beschleunige. Ich halte an. خب خیلی ساده بود، خیلی سوال ساده‌ای بود. اگر اون خانم رو بهش دقت بکنیم که داشت ورزش میکرد، میدوید و اون چراغ سبزی که برای عابر پیاده روشن بود، این سوال خیلی ساده میشه. چه در همچین شرایطی چه رفتار درستی باید از خودمون نشون بدیم؟ سوال اینو میپرسه چه رفتار درستی باید از خودمون نشون بدیم. گزینه اول من بدون هیچ تغییری میرونم. خب این اشتباهه. من اینجا که نمیتونم همینجوری برم چون اون آدم داره وارد خیابان میشه. امکان داره از سمت راست منم کسی داره وارد خیابان میشه که از خط عابر پیاده عبور کنه. پس این صحیح نیست.
ich beschleunige. من خیلی یهو گاز میدم، یهو سعی میکنم که یهو سرعتمو زیاد بکنم. خب اینم منطقی نیست و صحیح نیست. گزینه سوم ich halte an، من صبر میکنم. منطقی ترین جواب همین بود در بین این سه تا. چک میکنیم. بله درست بود. سوال بعد. سوال رو گوش میدیم. Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen? Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn. Auf schlechte Sicht durch Helmvisier oder Schutzbrille. Auf einen kürzeren Bremsweg. میگه که خودتون رو باید چه چیزی باید آماده بکنید زمانی که بعد از یک مدت طولانی که آفتابی بوده هوا یهو شروع به بارندگی میکنه. خودتون رو باید برای چه چیزی آماده بکنید در همچین شرایطی. گزینه اول میگه که اشمیر شیشت همین لکه هایی هست که توی خیابونا ایجاد میشه زمانی که بارون میاد. حالا چند وقت آفتابی بوده، سطح جاده یه ماشین روغنی، بنزینی، دیزلی چیزی ریخته، بعد با آب قاطی میشه. یک سری لکه های کف خیابون ما میبینیم که حالا رنگی کمانی رنگی هم میشن، از دور اینجوری نشون میدن. اینا همون شمیر شیشتا هستن که سطح جاده هستن. بعد گفته که خودتون رو در همچین شرایطی که بعد از مدت طولانی آفتابی بوده، بارون اومده، برای این لکه های خطرناک در سطح جاده آماده بکنید. این صحیحه. گزینه دوم میگه که دید خیلی بد از طریق کلاه کاسکت یا عینک موتورسواری، عینک محافظت برای موتورسواری، دید هلمویزیر که میشه همون تلق کلاه ایمنی، چوس بقیلم که عینک محافظ هست. باید خودتون رو برای دید بد آماده بکنید. این هم صحیحشون امکان داره بارون بیاد. در زمان باران کسی که با عینک استفاده میکنه مطمئناً یا بخار میگیره یا بارون روش میاد میریزه، خاطر همین خطرناکه. باید برای خودمون همچین موقعی آماده بکنیم. گزینه سوم برای برمزفک که همون خط ترمزه، برای کوتاه شدن خط ترمز، یک خط ترمز کوتاه‌تر. خب این سوالی خورده از اون سوالی که آدم میخواد گول بزنه. زمانی که جاده خشک باشه خط ترمز کوتاه‌تره، چون چسبندگی لاستیک‌ها به جاده بیشتره و باعث میشه که خط ترمز شما کمتر بشه، طول ترمز شما، یعنی منظورم اینه که کمتر بشه. وقتی که زمین لیز باشه، حالا بارون باشه یا حالا هر چیزی که بعدش هم بارون اول مخصوصا که خیلی خطرناک تره، طول ترمز ما بیشتر میشه چون جاده لغزنده است. سطح جاده لغزنده باشه واسه همین طول ترمز ما هم بیشتر میشه. ما برای لنگر برمزویک خط طول ترمز طولانی خودمون میتونیم آماده کنیم، ولی برای کورس کوتاه خط ترمز کوتاه نه. پس این گزینه سوم اشتباه، علامت نمیزنیم. بله درسته. سوال بعد چک میکنیم. Was kann eintreten, wenn Sie eine Linkskurve nahe der markierten Mittellinie durchfahren? Das Motorrad kann auf die Markierung geraten und wegrutschen. Wenn die Reifen neuwertig sind, entsteht kein Risiko. Ihr Oberkörper kann infolge der Schräglage vom Gegenverkehr erfasst werden. خب سوال میگه چه چیزی امکان داره پیش بیاد زمانی که دارید از یک پیچ به چپ، یک پیچی که به سمت چپ هست، خیلی نزدیک بشین به خطهای وسط جاده، به خطکشی وسط جاده. زمانی که دارید به سمت چپ میپیچید در یک پیچ جاده‌ای، به اینها اگر نزدیک بشید، منظورش اینه که تو مسیر خودتون خیلی به سمت چپ بیاید، چه اتفاقی میتونه پیش بیاد. میگه که موتور شما میتونه روی این خطکشی ها بره و باعث سر خوردن شما بشه. خب این صحیحه. موتور دو چرخ داره، سر پیچ ها هم همیشه برای موتور خطرناک هست. این خطکشی ها هم که اکثرا همیشه لیز هستن و اگر هم که موتور رو به سمت چپ هم خوابونده باشیم، یه خورده مایل به چپ شده باشیم، مطمئناً خطر سر خوردنش خیلی بالا میره. واسه همین گزینه اول صحیحه. گزینه دوم
زمانی که لاستیکاتون نو هستن، لاستیک نو رو موتور دارید، هیچ خطری یا هیچ ریسکی برای شما ایجاد نمیکنه. خب این اشتباهه، چون در حالت عادی اصلا کاری به پیچ هم نداشته باشیم، در حالت عادی وقتی که لاستیک موتور نو هست همیشه میگن که تا 50 کیلومتر که باهاش رانندگی بکنید مراقب باشید، سر پیچ ها مراقب باشید، چون لاستیک نو هست، اون نرمی و چسبندگی مناسب رو به سطح جاده نداره، باید مراقب بود. چه بسا در زمانی که سر پیچ هستیم موتور رو میخوایم کمی به چپ بخوابونیم و این چیزا. پس این گزینه اشتباهه. در زمانی که لاستیکتون نو هست همیشه مراقب باید باشید، مخصوصا در پیچیدن. گزینه سوم، قسمت بالایی بدن شما میتونه به خاطر اینکه خیلی به سمت چپ مایل شدید، میدونید که وقتی میپیچیم کمی موتور خم میشه، قسمت بالایی ما امکان داره که از خط کشی بین جاده عبور بکنه. میگه زمانی که شما این کارو بکنید به سمت چپ خیلی نزدیک بشید در سر پیچ، امکان داره قسمت بالایی شما به ماشین ها یا وسایل نقلیه که از روبرو میان، از روبروی شما میان، به اونا برخورد کنه. خب این خیلی منطقیه. همونجوری که ما به سمت چپ رفتیم امکان داره یک نفری هم سطح پیچ رو میخواد بپیچه، بعد میخواد زاویه پیچ رو بیشتر بکنه، بخاطر همین قسمت سمت چپ خودش مایل میشه، پیچ هم که به سمت راست اون هست و خیلی به ما نزدیک میشه. این امکان وجود داره که بدن ما به اون ماشین برخورد بکنه. پس اینم صحیحه. بله. سوال بعدی. Welche Gefahren bestehen auf nassem Kopfsteinpflaster? Durchdrehen und Wegrutschen des Hinterrades beim Beschleunigen. Erhöhte Blockierneigung beim Bremsen. Erhöhte Sturzgefahr. میگه چه خطرهایی کوفشتاین پفلاستر، همون سنگ فرش هایی توی خیابونا هستن، مخصوصا در آلتشتاتا، در جاهای قدیمی شهر اکثرا سنگ فرش هستن. حالا میگه چه خطرهایی وجود داره زمانی که روی این سنگ فرش هایی که خیس هستن، تر هستن، خیس هستن، حالا برای بارون منظورش هست به طور معمول، حالا یا هر چیز دیگه ای، چه خطرهایی وجود داره. Durchdrehen und wegrutschen des Hinterrades beim Beschleunigen. خب durchdrehen همون تیک آف دادنه، در جا چرخیدنه. wegrutschen هم که سر خوردنه. میگه که در جا چرخیدن و سر خوردن چرخ عقب در زمانی که میخوایم یهو گاز بدیم، یهو سرعت بگیریم. خب این خیلی معمولیه، اتفاق پیش میاد. اگر یهو کلاچ ول بکنیم و گاز رو بدیم، مطمئنا زمینم که سنگ فرشه، آسفالت نیست، سر هم هست، مطمئنا خطر ایجاد میکنه و میتونه ما رو به زمین بزنه. گزینه دوم، erhöhte Blockierneigung beim Bremsen. خب بالا رفتن احتمال صفر شدن چرخ‌ها. آره این امکان وجود داره زمانی که روی این سنگ فرش ها بریم، مخصوصا موتورهایی که ABS دارن، در همچین شرایطی احساس میکنه که موتور داره سر میخوره یا همچین شرایطی براش به وجود میاد، شرایط خطری هست و باعث میشه که یهو چرخو صفر نگه داره که از حالا به قول خودش در ذهن خودش که از خطر جلوگیری کنه، ولی خب برای ما مشکل سازه، چون یهو همچین اتفاق پیش میاد و چرخ عقب که یهو بگیره صفر بشه، حرکت نکنه، احتمال زمین خوردن بالا میره. پس این گزینه هم صحیحه. erhöhte Sturzgefahr، بالا رفتن احتمال خطر از موتور افتادن. خب اینم منطقیه. در این سنگ فرش خیس رانندگی میکنید، بالا پایین زیاد دارن، یه موقع تعادلتون از دست میدید، صاف نیست سطح جاده و باعث زمین خوردنتون میشه. این گزینه هم صحیحه. بله. سوال بعد. Was müssen Sie beachten, wenn in Ihrem Fahrstreifen Straßenbahnschienen liegen? Straßenbahnschienen immer in möglichst spitzem Winkel überfahren.
Straßenbahnschienen immer in möglichst großem Winkel überfahren. Auf Straßenbahnschienen besteht immer erhöhte Sturzgefahr. خب اینجا در مورد اشتغال بانشینن همون ریل تراموا، همینی که تو شهر هستن، قطار شهری داخل شهری تراموا هستن، ریل اینا رو منظورش هست که میدونید که اینا به شدت لیز هستن و خطرناک. حالا میگه که به چه چیزهایی باید توجه کنید زمانی که در مسیری که دارید شما رانندگی میکنید ریل ترامواها وجود داره. گزینه اول میگه که این ریل ترامواها ایما این möglichst spitzen Winkel überfahren. spitzen Winkel یعنی زاویه خیلی تند، یعنی زاویه خیلی تند، زاویه که حدوداً 5 درجه 10 درجه باشه، زاویه خیلی زیادی نگیرید. خب وقتی دارید مستقیم رانندگی میکنید اگر با یک زاویه خیلی کم بخواید برید، اینو تصور کنید مثل یک جوب آبه، شما از میخواید از جوب آب یهو رد بشید. اگر خب با همون مسیر عمودی که دارید رانندگی میکنید با یک زاویه خیلی کم بخواید رد کنید، خب مطمئنا میافتید توی جوب. این هم همینه، زمانی که با زاویه خیلی کم تیز بخوایم از این ریل ها عبور بکنیم، امکان داره چرخ موتور ما بین این ریل ها بره گیر بکنه، خب مطمئنا دیگه زمین خوردن تو شاخمونه. واسه همین این گزینه اشتباهه، ما باید با زاویه بیشتر، نه اشپیتسم وینکل، زاویه بزرگتر از ریل ها عبور کنیم. این صحیح نیست، ببخشید. گزینه دوم میگه که این ریل تراموا رو با بله همون برعکس گزینه اول گروسن وینکل، با زاویه خیلی بزرگ، زاویه 45 درجه یا حالا بیشتر، یا ولی نه با زاویه خیلی تند رد بکنیم. این صحیحه. گزینه سوم گفته که روی این ریلای تراموا همیشه خطر بیشتری برای سر خوردن هست. منطقی، نیازی به توضیح خاصی هم نداره، مطمئنا همه میدونن. چک میکنیم سوال رو. بله. خب سوال بعد، سوال گوش میدیم. Wodurch kann in Kurven Sturzgefahr entstehen? Durch Überhöhung der Kurve an der Außenseite. Durch Öl auf der Fahrbahn. Durch Fahrbahnmarkierungen. خب سوال میگه که چه زمانی میتونه در پیچ‌ها خطر سرخوردگی افتادن از موتور ایجاد بشه یا وجود داشته باشه. گزینه اول زمانی که پیچ رو از قسمت خارجی اون طی میکنیم، یعنی فکر کنید پیچ به سمت چپ هست و ما خیلی به سمت راست میایم و از قسمت سمت راست جاده پیش رو رد میکنیم. خب وقتی همچین کاری بکنیم زاویه پیچیدن ما بیشتر میشه، خطر کمتر میشه، چون ما نیاز نداریم خیلی موتور رو بخوایم به سمت چپ بخوابونیم یا متمایل بشیم. پس این گزینه صحیح نیست. اگر قسمت داخلی بود مثل سوالات قبلی، بله خطر ایجاد میشد، ولی در قسمت خارجی ایمنیش بیشتره. حالا خطر سرخوردگی همیشه در پیچ‌ها وجود داره، ولی خب اگر ما با قسمت خارجی بیایم اون خطر کمتره. واسه همین گزینه اول صحیح نیست. اگر قسمت داخلی بود، بله این زایته بود، 100% میتونه صحیح باشه. گزینه دوم زمانی که روغن کف خیابون باشه. خب خیلی ساده است، روغن باشه امکان سرخوردگی به شدت برای موتورسوار بالا میره، پس این گزینه صحیحه. گزینه سوم به خاطر خطکشی های داخل جاده. خب سوالات قبلی هم گفتم خطکشی ها معمولا خیلی سر هستن، یه برآمدی کوتاه چند میلیمتری هم از سطح جاده دارن، رنگ هم هستن. خب خطر لغزندگی و لیز خوردن به شدت بالاست، مخصوصا در پیچ ها. پس گزینه دوم و سوم صحیحه. گزینه اول صحیح نیست، در این جواب، در این سوال صحیح نیست. نگاه میکنیم. بله. خب سوال بعدی، سوال رو گوش میدیم. Wodurch kann in Kurven Sturzgefahr entstehen?
durch Schachtdecke in der Fahrbahn, durch Laub auf der Fahrbahn, durch Sand auf der Fahrbahn. خب این هم مثل سوال قبلیه، دقیقا همون سواله. معناش در پیچ ها چه چیزهایی باعث میشه در پیچ ها ایجاد خطر افتادن از روی موتور به وجود بیاد. در پیچ ها منظورش هست. گزینه اول شاخ دکل همین دریچه های فاضلابه، دایره یا حالا اکثرا تو جاده ها دایره. توی آلمان خیلی توی خیابونای بین شهریش اصلا هم چیزی وجود نداره، بیشتر داخل شهر هست. ولی اینا خب میدونید آهنی هستن، لغزنده هستن، سر هستن، امکان داره تو رفتگی داشته باشن و در پیچ ها باعث میشه که خطر زیادی رو برای موتور سوار به وجود بیاره. پس این گزینه صحیحه. گزینه دوم لوب همون برگ هایی که توی سطح جاده هستن. اگر داخل جاده های بین شهری رفته باشید، لوب همون برگ های خشکی که حالا یا خشکن یا شاخ برگ هایی که ریختن کف خیابون، لوب منظورش اونه و اونها هم که میدونید خطر لغزندگی زیادی داره، مخصوصا در پیچ ها. پس در همچین زمانی هم امکان داره که خطر به وجود بیاد، خطر سر خوردن. گزینه سوم اینه که زاند همون شنه، زمانی که شن کف جاده باشه. خب اینم خیلی منطقیه، شن برای موتور سوار خیلی خطرناکه. بله، 3 گزینه صحیحه. سوال بعد و سوال آخر برای این ویدیو: Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird? Gegenlenken, Geschwindigkeit herabsetzen, stark beschleunigen. خب میگه که چه رفتاری شما باید از خود نشون بدید زمانی که وسیله نقلیه شما به خاطر باد شدیدی که داره میوزه شما رو به یک سمت، حالا چپ یا راست، داره هول میده. اگر موتور سواری کرده باشید، حالا در ایران مخصوصا، میدونید که زمانی که باد بیاد، خب ماشین هم همین اتفاق براش میفته، ولی ماشین اتاقش سنگینه، 4 چرخه، خیلی احساس نمیکنید. ولی موتور 2 چرخه زمانی هست که باد از یک سمت راست مثلا میاد، شما رو به سمت چپ فشار میده و هول میده، میخواد شما رو به سمت چپ جاده ببره. خب در همچین شرایطی باید چی کار بکنید؟ گیگن لنکن یعنی برخلاف جهت باد من فرمان بدم. اگر از سمت راست میاد، من فرمونو یه خورده به سمت مثلا اگر سمت راست به چپ داره میره، منم فرمونو از چپ به راست بگیرم و موتور رو به اون سمت هدایت کنم که هر چقدر اون داره فشار میاره منم سمت چپ ببره، منم همونقدر فشار بیارم که موتور رو سمت راست ببرم و باعث میشه که من بتونم مستقیم رانندگی کنم. این صحیحه. میگه سرعتتون رو کم کنید، ابزتسن یعنی گشوینdischkeit همون سرعته، یعنی از سرعت خودتون بکاهید. خب این کمک میکنه هرچی از سرعت شما کمتر باشه، توان مقابله شما با باد بیشتره و خطری که باد برای شما ایجاد میکنه کمتر میشه، چون وزن موتور هرچی حالا وسیله نقلیه هر سرعتش بره بالاتر، اون وزنش به صورت معمول اجوری کاهش پیدا میکنه، سبک میشه و اون باد راحت‌تر میتونه اونو به سمتی که میوزه هدایت کنه. ولی اگر سرعت کم بکنیم باعث میشه خطر کمتر بشه. این هم همون رفتاری است که ما باید همچین شرایطی انجام بدیم. اشتراک بشنویگون یعنی خیلی سریع و گاز بدیم، سرعت بگیریم. خب این برخلاف گزینه قبلیه و این باعث میشه که خطر سرخوردگیمون افتادن بیشتر بشه. همیشه در این سوالا حواستون باشه بشلونیگون که میاد، این اشتباهه اکثر موارد، چون اینا چیزی به معمولا به نام بشلونیگون رو اصلا قبول ندارن در رانندگی، به خاطر همین خیلی روش حساسیت دارن. پس این گزینه صحیح نیست، علامت نمیزنیم، چک میکنیم. بله، 2 گزینه اول و دوم صحیح بودن و گزینه سوم اشتباه بود. این بخش رو با همین ویدیو تموم میکنیم و با سوالات بعدی در ویدیوی بعدی در خدمتتون هستم. تا بعد.